درود دوستان همه کسا بهادر عثمانов رو دستگیری میکنیم چون که امروز او در دبی بر ضد ماکس هیوز خلاصمایی میکند در رشته بوکس. این برای کمربند WBA Lightweight Title Eliminator میشود و اگر بهادر عثمانov قهرمان WBA شود شاید که در سال آینده برای کمربند جهانی بر جروانتا دیویس امریکایی خلاصمایی خواهد کرد. دوستان بهادر عثمانov شکست ناپذیر است، 11-0 و ماکس هیوز از انگلیا 24 برد دارد، 7 باخت و 2 مساوی. حریفش خیلی قوی است و بوکس انگلیا خیلی خوب است و ما امیدواریم که بهادر عثمانov دست بالا می شود و کمربند را صحیح می شود. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید، بهادر عثمانov را دستگیری کنید، دعا کنید که او امروز قهرمان شود. محاربه در دبی می شود و نبرد اساسی پولف بر ضد گاسیف از روسیه می جنگند برای کمربند و پیش از آن بهادر عثمانov بر ضد ماکس هیوز. دوستان یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من حتما شما رو روز شنبه فردا یا که همین شام نتیجه بوکس بهادر عثمانov و ماکس هیوز رو به شما پیشکش میکنم و امیدوارم که بهادر عثمانov شکست ناپذیر میماند. و یک چی دیگه دوستان، یک خبر دیگه، حبیب الله عزیزوف ورزشگر MMA نوباختی تاجیک 10-0 بر ضد تایشون ویلیامز از امریکا این هم شکست ناپذیر از 7-0 22 ینور در لاس وگاس می جنگند. حبیب الله عزیزوف رو دستگیری کنید، دعا کنید که او هم شکست ناپذیر بماند. این محاربه باشد در رشته MMA. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.